سلام بچه، خوبین؟ سلامتین؟ بالاخره اومدیم کوههای بوشهر کلوتا 40 کیلومتری بوشهر. ویو رو ببین خدا وکیلی. حالا میریم اگه غاری چیزی بود نشونتون میدیم. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the powers where we will we roam. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with the keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. خدایا، یا میریم یا بازم میریم. نگاه میخوایم بریم غار بهتون نشون بدیم و زحمت میکشیم. داداشمون امیرم با اون میاد که بریم. بالاخره غاری پیدا کردیم، غار رو بهتون نشون بدیم. نمیدونم حالا پیداست داخلش یا نه. دوربین رو حالا تا جایی که شده میبرم داخل، محتوای داخل بگیریم. هوای فوق العاده خنکی داره، خیلی هواش داخلش خنکه. حالا دوربین تا جایی که میره میگیرم من. همین لوکیشن چی میگه؟ لوکیشن چی میگه؟ عجب جاییه واقعا، نمیشه توصیفش کرد. از زیبایی و بکر بودن و خب جای سکوت خب اصلا نمیشه توصیفش کرد با جای دیگه. بعد از نظر خودم که به عنوان یه مستندسازم بخوام بگم بهترین جا هم حتی برای کوهنوردی همین کلوتاست. بعد تاریخ این کلوتا برمیگرده به 25 میلیون سال پیش که دریا اینجا بوده و این کوه داخل دریا بودن و دریا موقعی که ته‌نشین شده رفته پایین کلاً خشک شده اینجا به دریا و این کوها پدید اومدن و باعث یه همچین زیبایی و خلقت خودش شده. از نظر من واقعا بهترین لوکیشن همین کلوتای استان بوشهر دلوار. دوستان عزیز کوهنورد، یه موقع خواستیم بیان سمت اینجا با تجهیزات کامل بیاید. راست میگه، اینو تجهیزات خیلی مهمه اینجا.
فقط یه چیزی، خاکش به حدی نرمه قولن پا داخلش فرو میره. باید به قولن از کوه میخوایم بریم بالا یه احتیاط لازم انجام بدیم. کفشی چیزی کفش مناسب بپوشین، کفش کوهنوردی باشه، چون که یه دفعه زیر پای آدم خالی میشه. الان دقیقا همین مسیر که الان ما اومدیم مسیر دشواری نیست، ولی خب واقعا سخته، چون اینا که شما میبینین شباهت به سنگ داره، سنگ نیست، کلا یه سری مثل ماسه مانند تو خالیه، کلوخ. آره یه سری چیزایی تو خالی هن. اینا همون ماسی خودمونه، تبدیل شده به کوه و یه همچین چیزی به اسم میکائیل جان. 25 میلیون سال پیش که گفتی، خب نگاه اینجا کن، ببینی صدفو، میبینی اینا لایه های دریاست، میبینی اینا رو نگاه کن، اینا یه زمانی مرجان بودن، اینا تماما یه زمانی مرجان بودن، اینا حتی داخل هم اگه نگاه اندازین کلا مرجان بوده اینجا. همین برو داخل ببینم تا چقدر میتونی بری داخل. برای بچه‌ها یه فیلم بگیرم. خیلی مراقب باش، خیلی مراقب باش داشت. وای میکائیل جان. انگار کولر روشنه. خدایی؟ یعنی اگر بخوای بیای اینجا کمپ بزنی خب دیگه نیاز به کولر نداری، نه کولر نه پنکه، خب قد خنکه. میبینی؟ واقعا خنکه. خیلی خنکه. حتما از اون بالا یه راهی داره که باد خنک میاد داخل. دقیقا همین رو میگم، چون اینا هم قبلا آب داخلشون جذب بوده، خنکی خودش داخلش نگه داشتن. بعد حالا یه چیزی، چون تو مواقعی که باران میزنه خب از کوه که آب سرازیر میشه اینجا مثل یه روشن یه چشمه میشه، یه به قولن نیمچه آبشار میشه، آبشار کوچیک میشه. نگاه کنی، اگه از اینجا نگاه کنی، کجا؟ از اون بالا، از این بالا آب که میاد مستقیم نگاه کنی، مثلا رد آب هست اینجا، رد آب هست مستقیم میره تا پایین. میره تا پایین ها؟ آره. ای غلازی. به بچه هم نشون بده اونجا، اونور نگاه بکن، همینطور نگاه کن، اینجا رد آب داره مستقیم میره پایین، میره تا اون پایین. نگاه کن تو اون محوطه باز هم تو میره پایین، اونجا دیگه بخلا مثل رودخونه میشه، اون پایین میشه رودخونه. کای جان جان یه چیز دیگه هم خواستم بهت بگم. چی؟ یه لحظه بلند میشه اینو بگیری. خب این موقع بارون خب بازم مثل همون غاری که نشون دادیم، خب ولی بالاش سوراخه، از این بالا آب با فشار زیاد میاد. آها. میبینی چطور مخروطی درست شده؟ آها. خب از این بالا مستقیم میاد با فشار زیاد، حالا یا از این ور میره پایین یا این بره، ولی این یکی راه خب به احتمال زیاد مال این غار کوچولو باشه، ولی اون بزرگه تنها چیزی که به چیز بزرگی به نظر میاد، از به قول چیز آب بیشتر میاد، از این میاد بیشتر میره بره این ور تا این ور بره. آها. بعد یه چیز دیگه، خب خاک اینجا خب یه جوریه که گرما رو خودش اصلا نمیگیره، گرما رو پس میده، مثل لباس سفید هست گرما رو پس میده، سرما رو میگیره. درست. الان خاک اینجا هم سرما رو میگیره. خب شما شب بیا اینجا اسکان کنی، کمپ بزنید، بالای کوها باد که میاد میپیچه داخل اینجا، اینقدر اینجا خنک میشه، حدوداً فکر کنم 4 الان تابستونه دیگه، الان نزدیک تابستونه، ولی زمستون اینجا منفی حداقل 10 درجه 12 درجه میرسه. خب تو تابستون منفی، مثلا منفی که نه، مثلا مثبت 1 یا 2 میشه. به خاطر خاکی که اینجا نگه میداره. بعدش خاک اینجا خاکش زرده. خب اغلبم دیوارای حالا بعضی جاهاشون کلفتن، خب بعضی جا مثل اینجا این یه تیکه رشته کوه، خب چیه باریکه، همشون باریکه هستن. خب با اینا دالان شکلن، گودی مانندن اغلب.
مثلا یه جایی نیست که بخواد صاف باشه، یه که مثلا کوه اینطوری شده باشه همونجا بمونه. اغلب دالان شکل مثل دره مانند اینا. درست. از کوها یا همون کلوتا خیلی لوکیشن جذابیه. این کوها تقریبا نزدیک شهر تنگستان یا همون دلوار، 40 کیلومتر استان بوشهر. این کوه از تنگستان شروع میشه تا شهر دشتی یا شهرستان دشتی. از این ورم باز میره تا کوههای من طرف خرموش، کاکی. اونم باز یه شهر این طرف بوشهر، تا اونجا لوکیشنش هست. از نظر خودم که بهترین جای دیگه. حالا ویرو شما خدا وکیلی ببینی ما تو ارتفاع چقدریم. بزرگترین ارتفاع شاید از نظر من اینجا باشه و بهترین لوکیشن برای کوهنوردیه. واقعا عالیه، واقعا دارم میگم. حالا ما هی جلوتر میریم با دوستمون امین ببینیم تا کجا رو میتونیم فیلم برداری کنیم. آقا به خاطر که کوهنوردی زیاده، اگه میخواین کم کنین یا کوهنوردی کنین بعد خیلی آب زیادی بیاریم بخوریم، چون اینجا کلا کوهنوردی اکثر کسایی که کوهنوردی رفتن آب بدن کلا گرفته میشه، برای همین باید آب زیاد با خودتون بیارین دیگه. خلاصه جایی هم که من اومدم بالا بهتون نشون میدم که فکر نکنین مسیر خیلی راحتی. من اومدم بالا، من از این پایین اومدم، وای خدا. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will we roam. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by